تنبلی و خستگی مفرط هر دو می توانند به یک شکل دیده شوند، چون هر دو علائم مشترک زیادی دارند و در هر دو حالت فرد ساعات زیادی را در رخت خواب می‌گذراند یا انرژی انجام کارها را ندارد. اما باید این دو از هم تفکیک داده بشه، چون خستگی مفرط یک خستگی ذهنی، روحی و جسمی است که می‌تواند یک مشکل بسیار مهمی باشد و نادیده گرفتن آن و به خصوص اشتباه گرفتن آن با تنبلی که باعث سرزنش اطرافیان میشه مشکل رو عمیق‌تر میکنه. اصلا خستگی مفرط چیست؟ خستگی مفرط حالتی است که فرد در اثر استرس طولانی از لحاظ احساسی، روانی و جسمی دچار خستگی شده. 6 نشانه‌ای که شما میتونید تشخیص بدید فرد دچار تنبلی شده یا خستگی مفرط اینها هستند. 1. فردی که دچار خستگی مفرط شده احساس میکنه که از لحاظ احساسی بی‌تفاوت شده به اطراف خودش. یعنی هر اتفاق شاد یا غمگینی که اطراف فرد میفته اون فرد نمیتونه اون حس رو بکنه، یا به قول معروف خودش رو از بیرون جدا میدونه و یک فرد تنها احساس میکنه. 2. فرد قبلا بسیار با انگیزه بوده، بسیار تلاش میکرده و موفقیت هایی هم کسب کرده در گذشته، اما حالا دچار بی‌انگیزگی شده، انگیزه انجام هیچ کاری رو نداره. چیزی که اینجا مهمه، فرد تنبل از همون ابتدا بی‌انگیزه بوده، انگیزه انجام هیچ کاری رو نداشته، ولی فردی که دچار خستگی مفرط شده قبلا فرد متفاوتی بوده. 3. فرد قبلا از انجام کارهای مورد علاقه خودش لذت می برده و بسیار مشتاق بوده که اونها رو انجام بده، مثل ورزش کردن، مثل نقاشی کردن یا رفتن به سینما، اما الان نسبت به تمام اونها بی‌علاقه شده. 4. فرد بسیار حساس و تحریک پذیر شده و با هر مسئله و اتفاق کوچکی دچار خشم و ناراحتی میشه و کاملا اون رفتار و اون برخورد فرد نامتناسب است با اون اتفاقی که افتاده و در واقع اون حساسیت و تحریک پذیری فرد بسیار بالا رفته. اما فرد تنبل کاملا برعکس، از همون ابتدا فردی است بسیار آرام، فردی است که به سختی دچار هیجان احساسی میشه و کاملا به خودش مسلطه، برای اینکه اصلا دچار خشم به اون آسونی نمیشه فرد تنبل. 5. فردی که قبلا به مراقبت خودش اهمیت میداده، مراقبت جسمی خودش، به خواب خودش اهمیت میداده، الان نسبت به تمام اونها بی‌تفاوت شده، نه به مراقبت‌های فردی اهمیت میده، نه به تغذیه خودش اهمیت میده و الگوی خوابش هم به هم خورده. 6. خستگی مفرط آهسته و مرحله به مرحله اتفاق میفته. یعنی اینطور نیست که فردی که امروز بسیار با انگیزه است، بسیار پر انرژی است، دفعتاً در عرض 2-3 روز تبدیل به یک فرد تنبل یا بدون انرژی و بدون انگیزه بشه. در واقع این فرد در طی مدت‌ها از مرحله اول به مرحله 5 میرسه. مرحله 5 در خستگی مفرط مرحله است که فرد کاملا به خستگی احساسی، روحی و جسمی میرسه. در مراحل اول وقتی که استرس در حد متوسط هست یا مدت کوتاهی هست که فرد دچار اون استرس شده، علائم خفیفی از خستگی مانند کاهش علاقه به انجام کار، کاهش انگیزه و پایین آمدن سطح بازدهی فرد بروز می کند. ولی رفته رفته وقتی که این استرس ادامه پیدا میکنه، فرد به مرور دچار خستگی میشه و مهم است هم خود فرد هم اطرافیان متوجه باشند که وقتی یک تغییری در انرژی شما، در علایق شما ایجاد میشه، اگر شما زودتر متوجه این مشکل بشین، مطمئناً درمان کردن اون بسیار آسان‌تر از مرحله 5 هست.